وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت و در این قسمت ان شاء الله به بحثی خواهیم پرداخت که در میان بعضی و برخی از مردم مسلمان ما موجود هست و بعضی از برادران و خواهران مسلمان ما متاسفانه به این مرض گرفتارند و آیاتی از قرآن کریم و احادیثی از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا و در این برنامه عرض خواهیم کرد و امید است که ان شاء الله بینندگان عزیز و گرامی ما بیدار باشند و فریب هیچ شیطانی را نخورند. موضوع پناه بردن به غیر الله متعال هست. انسان باید در زندگی خود فقط و فقط به الله متعال پناه ببرد. در هر مورد انسان باید خودش را به الله سبحانه و تعالی بسپارد و از شر مشکلات و سختی ها و از شر بلاها و مریضی ها و تمام آنچه که به عنوان مشکل پنداشته می شود انسان فقط و فقط به الله متعال رجوع بکند و فقط و فقط از الله متعال پناه بخواهد و خودش را در حفظ و پناه حضرت ایزد متعال سبحانه و تعالی بداند. برخیا مادامی که برایشان مشکل میرسد ملجأ و پناهگاهیشان کنار قبر هاست، زیارتگاه هاست. ملجأ و پناهگاه آنها نزد دجال صفتانی است که با شیاطین ارتباط دارند. دجال هایی است که به نام شیخ و به نام دعاخوان در جامعه مشهور شدند. البته این به این معنا نیست که هر کس دعا خواند و هر کس دعاخوانی کرد اون دجال باشه، یا دعاخوانی یا خواندن دعا یا خواندن آیات قرآن کریم بر مریض این از علائم دجال ها باشه. نه، این گونه نیست. این درسته مادامی که بر اساس شرایط اسلامی و شرایط قرآنی و شرایطی که شریعت آمده تعیین کرده باشه درسته. ولی منظور من دجال هایی است و شیاد هایی است که به نام اینها با لباس اسلام با لباس دین خودشان را جای میزنند و به نام شیخ و ملا و فلان خودشان را جا میزنند و بعد یک عده مردم هم مادامی که به آنها مشکل میرسد، مادامی که به سختی گرفتار میشوند، مادامی که مثلا زن خداوند متعال به او فرزند نمیده یا مرد دارای فرزند نمیشه یا صاحب دختری نمیشه یا صاحب پسری نمیشه یا کدام مشکل دیگری داره یا جن زده شده، پناه میبره به چی؟ پناه میبره به یک شیطان دیگر، پناه میبره به یک انسانی که او خودش پناه میبره به شیاطین، خودش پناه میبره به جنیات، ولی این انسان باز پناه میبره به این فرد نادان، به این فرد جاهل و به این فرد دجال. ولی اسلام عزیز و آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به صراحت برای ما یاد میدهند که ما باید به الله پناه ببریم. حتی شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم به الله متعال پناه می بردند، به هیچ احد پناه نمی بردند، به خودشان پناه نمی بردند، به الله متعال پناه می بردند.
و هیچ مسلمانی اعتقاد و باور به این ندارد که فرد دیگری از پیامبر مقامش بالاتر باشد و همه مسلمان ها به این اذعان می کنند، به این اعتقاد دارند، به این باور دارند. عقیده آنهاست که هیچ فرد نمیتواند به مقام رسول الله علیه السلام و به درجه پیامبر علیه السلام برسه. پس ما وقتی که پیامبر را میگیم که رسول الله علیه السلام به الله پناه میبردند، پس ما دیگه چی حرفی داریم؟ ما چرا به دیگران پناه ببریم؟ چرا به دیگران مراجعه بکنیم؟ الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه جن در این مورد میفرماید و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. میفرماید بعضی از رجال و بعضی از افراد انسانها به برخی از افراد جنیات یعوذون پناه میبرند، فزادوهم رهقا، و در گناه و در معصیت و در تکبر و غرور جنیات میافزایند، افسوده میشه، یا در گناه و معصیت و خوف و ترس خودشان افسوده میشه. در زمان جاهلیت مادامی که افرادی که در زمان جاهلیت بودند بعضا میخواستند جای سفر بکنند، جای دوری برند، کدام جایی برند، یا از وادی میخواستند بگذرند، از دشت و بیابان میخواستند بگذرند، چی میگفتند؟ میگفتند من پناه میبرم به جن یا اختیاردار این منطقه. مثلا به زعم و گمان آنها این گونه بود که در این منطقه یکی از بزرگان جنیات هست که این منطقه را اداره می کند و دیگر جنیات در زیر دست او هستند. این فرد پناه می برد به اون بزرگ جنیات، که تا از شر بلاها در حفظ و امان باشه. ولی الله سبحانه و تعالی میگه شما به من پناه ببرید. این جنیات هم مخلوقات الله هستند و اینها هم مجبورند که به الله متعال سبحانه و تعالی پناه ببرند. چقدر زیباست که انسان الله را بشناسه و به الله پناه ببره، چون الله او را حفاظت میکنه. اگر به الله پناه ببره الله او را حفاظت میکنه. به همین واسطیه که ما مثلا وقتی میخوایم نماز خودمان را شروع بکنیم چی میگیم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا اعوذ بالله السمیع العلیم الی آخر. چی میگین؟ پناه میبریم به پروردگار از شر شیطان رجیم، از شر شیطان رانده شده. یکی از علما روزی به یکی از شاگردهای خود گفت که اگر یک روزی از جای گذشتی و یک حیوان و یا یک سگ درنده‌ای بر تو حمله کرد چی کار میکنی؟ گفت از خودم دفاع میکنم. گفت بار دیگر بر تو حمله میکنه چی کار میکنی؟ گفت از خودم دفاع میکنم. گفت بار دیگه حمله میکنه، گفت دفاع میکنم. بار دیگه حمله میکنه، گفت دفاع میکنم. این عالم میخواست که شاگردش را امتحان بکنه که چی میگه این. گفت چرا از صاحبش نمیخوای که او را باز داره؟ خب این راحت تره، همش خودت را با سگ درگیر میکنی. از صاحبش بخوا که اون را از تو باز داره. و گفت دقیقاً شیطان همین گونه است. به الله پناه ببر، شیطان هیچ آسیبی بر تو رسانده نمیتواند و هیچ کسی نمیتواند بر انسان آسیبی برساند مادامی که انسان به الله متعال متوکل باشه و به الله پناه ببره و فقط توکلش بر الله باشه و استعاذهش بر الله سبحانه و تعالی باشه. الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه نحل آیت 98 میگه فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه ببر به الله متعال سبحانه و تعالی از شر شیطان رانده شده. اگر انسان به الله متعال پناه ببره، الله متعال او را از شر بلاها و از شر جنیات و از شر تمام زشتی ها او را حفظ میکنه. ولی اگر انسان به غیر الله متعال پناه ببره، آن وقت چی کسی او را حفظ میکنه؟ این فرد خب نمیتونه از خودش حفظ بکنه، چی برسه به این که از تو حفظ بکنه. و ما میبینیم که الله متعال به پیامبرش میگه که فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. یا در سوره مبارکه فلق، در سوره مبارکه ناس
شما میبینین که الله متعال به پیامبر میگه قل، ای پیامبر بگو اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. بگو ای پیامبر که من پناه بردم به این چیزهایی که بعداً می آید که الله متعال در سوره مبارکه فلق آن را بیان می کند. یا در سوره مبارکه ناس الله می فرماید قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. بگو پناه میبرم به پروردگار مردم، به مالک مردم، به اله مردم، به معبود مردم، به معبود مردمان. از چی پناه میبره؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. از شر وسوسه های شیاطین جنی و شیاطین انسی. الله متعال به پیامبرش میگه بگو برای مردم. الله سبحانه و تعالی برای پیامبرش میگه تا این مردم یاد بگیرن، بفهمند که فردای روزگار به قبر پناه نبرند، بلکه ملجأ و پناهگاه خود الله را بدانند. قل اعوذ برب الناس. بگو ای پیامبر که من پناه میبرم به پروردگار مردمان. تا این که بعد از 1400 سال و اندی یک انسانی که میگوید لا اله الا الله نیاید و برود در کنار قبری بگوید تو مرا پناه بدی، بگوید مریضی من را تو شفا بدی، بگوید تو برای من فرزند بدی. به جنیات پناه نبرد، به انسانهای شیطان صفت پناه نبرد. نرود پیش شیخ و پیش یک انسان زندیق و انسان دجالی که با شیاطین ارتباط دارد مشکلش را از اونها نطلبد، مشکل خود را از اونها نطلبد، بلکه در زمان مشکل و در زمان سختی به الله متعال سبحانه و تعالی پناه ببرد. این صفت یک مسلمانه که قرآن میخواهه مؤمنین و مسلمین فقط توجهشان به الله باشد، فقط الله را عبادت کنند، فقط از الله متعال بخواهند، نه از کسی دیگر. از کسی دیگر خواستن، به کسی دیگر پناه بردن جز خاری و ذلت دنیا و آخرت چیز دیگری را به وجود نمی آورد، چیز دیگری را برای انسان به ارمغان نمی آورد. ولی اگر انسان به الله پناه برد، اگر پناه انسان، پناهگاه انسان فقط و فقط الله بود که این گونه هست، ولی انسان خودش این گونه بطلبد که فقط از الله بطلبد و فقط به الله پناه ببرد، انسان هیچ وقتی به بدبختی و به سختی ان شاء الله روبرو نخواهد شد. و اگر شد پناهگاهش الله است، الله هست که او را پناه میدهد. ولی اگر انسان به غیر الله متعال پناه برد، این مشکلش هم برطرف نشد و نمی شود و نخواهد شد، و اگر هم که بشود در روز قیامت باید جواب الله را بدهد. الله متعال به او خواهد گفت که ای انسان مگر من پیامبر نفرستاده بودم؟ مگر من کتاب نفرستاده بودم؟ چرا به مخلوقی از مخلوقات من پناه بردی؟ چرا به شیاطین پناه بردی؟ چرا به جنیات پناه بردی؟ چرا به شیاطین انسی که در لباس انسان در آمده اند پناه بردی؟ آنجا انسان باید جواب بدهد برای ذات اقدس الهی و برای پروردگار سبحانه و تعالی. پس بناهن ای بیننده ای گرامی، ای برادر و خواهر بزرگوارم، این را بدان که فقط پناهگاه تو الله متعال هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین مخلوقات، خوبترین مخلوقات، با فضیلت ترین مخلوقات، نزدیکترین مخلوقات به الله متعال، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم همیشه به الله پناه می بردن. هیچگاهی نشده که رسول الله علیه و سلام به خودشان پناه برده باشند، بلکه به الله متعال پناه بردن. شاید یک کسی بیاید بگوید که خب اگر پیامبر به الله پناه بردن، چون پیامبر کسی از خود بالاتر جز الله نداشت. میگویند بعضی از انسانهای جاهل این حرف را، میگه که چون پیامبر از خود بالاتر جز الله نداشت، ولی من از خود بالاتر دارم، این ولی خدا، این نبی خدا، این امام از من بزرگتر، من به او پناه میبرم.
سوال اینجاست که همین امامی که تو میگویی، همین ولی که تو میگویی، همین شخصی که تو میگویی دوست خداست، آیا با پیامبر پناه برده؟ اگر برده کجاست؟ دلیلش کجاست؟ آیا این امام که پایین‌تر است به اون امام بزرگترش پناه برده؟ اگر برده کجاست؟ دلیلش چیست؟ چرا سر مردم را شیره میمالید؟ چرا با عقل مردم بازی میکنید؟ عقل شما را شیطان مسخ کرده، اما نگذارید مردم را تباه نکنید، مردم را بدبخت نکنید. و عجیب این که بعضی از مردم این حرفا را قبول میکنن. این حرف را قبول میکنه، میگه بله راست میگه، پیامبر از خود بالاتر نداشت که به الله پناه میبرد. ما خب از خود بالاتر داریم. همون کسی که تو اون را بالاتر میگی، همون به بالاتر خود باز پناه نبرده جز الله متعال سبحانه و تعالی. پس این استدلال از بین رفت، باطل این استدلال. از ریشه و بن این استدلال نابود شد. اجازه بدین که بینندگان عزیز و گرامی یک میان برنامه را ببینیم. بعد از میان برنامه بعضی از مواردی که در آن بیان شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط به الله پناه می بردن را ان شاء الله بعد از میان برنامه به خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السمیع العلیم. اگر آنها ایمانی به مانند ایمان شمای صحابه بیاورند به طور قطع هدایت یافتند و اگر از حق روی گردانی کنند پس راه مخالفت و دشمنی را در پیش گرفتند و به زودی الله تو را در برابر شر آنها کفایت خواهد کرد و او شنوا و داناست. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه راهنمود سنت. بله بینندگان عزیز و گرامی، نمونه های زیادی در قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم موجود است که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم بهترین مخلوقات و بهترین خلق، ایشان هم به الله متعال پناه می‌بردند. الله متعال در سوره مبارکه فلق قل اعوذ برب الفلق اشاره به این میکنه که ای پیامبر بگو که من پناه میبرم به پروردگار. قل اعوذ برب الناس بگو پناه میبرم به پروردگار مردمان. یا سوره مبارکه نحل آیه 98 الله میفرماید بگو که فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. بگو فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، پس پناه ببر به پروردگار متعال از شر شیطان رانده شده. حدیثی که امام مسلم رحمه الله در صحیح خود روایت میکند از خوله بنت حکیم سلمی، میگه که من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که پیامبر فرمودند من نزل منزلا ثم قال اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، هر کس که به جایی میره و بعد میگه اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، میگه پناه میبره به کلمات پروردگار سبحانه و تعالی از شر آنچه که پروردگار آفریده و خلق کرده. لم یضره شیء، هیچ چیزی او را مساس نمی کند و هیچ چیزی برایش ضرر نمی رساند. حتی یرتحل من منزله ذلک، تا زمانی که از این مکان جای دیگری بره. الله متعال سبحانه و تعالی او را از شر شیاطین و از شر بلاها و از شر همه چیز، پیامبر میفرمایند لم یضره شیء نکره هست، یعنی همه چیز، هر چیزی که چیز گفته بشه
هر شیئی که چیز گفته بشه نمیتونه به انسان ضرر برسانه. حدیث در صحیح مسلم هست، حدیث 2708، حدیثی که حضرت ابی هریره رضی الله عنه روایت میکند. میگه که پیامبر علیه السلام کان یتعوذ من سوء القضاء و من درک الشقاء و من شماتة الاعضاء و من جهد البلاء. پیامبر علیه السلام از این 4 چیز به الله پناه میبردند. کان یتعوذ، پیامبر علیه السلام پناه میبردند، به خودشان نه، به الله متعال پناه میبردند از شر این 4 چیز. این حدیث هم در صحیح مسلم آمده، حدیث 2707، حدیثی که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت میکند. پیامبر میگه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یدعو فی الصلاة، رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکردند در نمازشان اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، ای الله پناه میبرم من به تو از عذاب قبر، و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، یا الله از شر دجال به تو پناه میبرم، و اعوذ بک من فتنة المحیا، یا الله از شر زندگی، آنچه سختی ها و مشکلاتی که در زندگی هست، یا الله به تو پناه میبرم، و فتنة الممات، یا الله از فتنه مرگ به تو پناه میبرم، اللهم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یا الله سبحانه و تعالی از گناه ها و قرضداری ها به تو پناه میبرم. الله متعال سبحانه و تعالی اینقدر بزرگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در همه این موارد به کی پناه میبرند؟ به خود نه، بلکه به الله پناه میبرند. اللهم اللهم اللهم، ای بار پیامبر علیه السلام میگن تا ای که این عقیده در ذهن هر مسلمان محکم بشه. یک مسلمان به غیر الله پناه نبره. یک انسان مسلمان به عنوان مسلمان فکرش به جهت دیگران نره، بلکه فقط و فقط الله متعال سبحانه و تعالی را عبادت بکنه، الله سبحانه و تعالی را پناه ببره، فقط و فقط به او پناه ببره. در جای دیگر انس ابن مالک رضی الله، این حدیثی که قبلا گفتیم این حدیث در صحیح بخاری هست، حدیث 832، حدیثی که حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت میکند، میفرماید کان النبی صلی الله علیه و سلم یقول، پیامبر میفرمودند اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والهرم و اعوذ بک من فتنة المحیاء والممات و اعوذ بک من عذاب القبر. پیامبر علیه السلام پناه میبرند به الله سبحانه و تعالی از کسالت و از عجز و ناتوانی و از اینکه از ترس و بزدلی و از پیری و فرتوتی که انسان دیگه نتونه حرکتی بکنه و به هر حال دست پا افتاده بشه، کلا دیگه اعمال انسان را دیگران انجام بدن. والجبن والهرم، یعنی از اینکه انسان بزدل بشه، پیامبر علیه السلام به الله پناه میبرن. و از شر فرتوتی، پیامبر علیه السلام به الله پناه میبرن. و اعوذ بک من فتنة المحیاء والممات که در حدیث گذشته هم بود، و اعوذ بک من عذاب القبر که در حدیث گذشته هم بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم از همه اینها به کی پناه میبرن؟ در اول حدیث میگن اللهم، ای بار الها، ای الله ذات بی همتا، ای اللهی که تو مثل و مانند نداری، ای اللهی که قادر و توانا هستی، به تو پناه میبرم و تو قدرتمندی و مرا پناه میدهی. اما انسان ها قدرتمندن؟ اگر این انسان ها قدرتمند می بودن، همین انسان هایی که به اونها پناه برده میشه، اگر اینها قدرتمند می بودند، برای خودشان مشکل خودشان را رفع می کردند، به خودشان پناه می بردند، امروز زیر خروارها خاک نمی رفتند. یا اگر زنده هستند، مریضی برایشان برسد، از خودشان مریضی را دفع می کنند، پیش طبیب نمی روند، پیش این و آن نمی روند، بلکه به خودشان پناه می برند و می تونند خودشان را نعوذ بالله نجات بدن. ولی این خیال است و جنون، غیر ممکنه. فقط الله هست که پناه میده، فقط الله متعال که کمک میکنه، و انسان مسلمان فقط و فقط به الله متعال پناه ببره. و از سنت و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم به ما یاد میدن طریق دعا کردن، تعلیم دادن، پناه بردن به الله متعال، طریقه و روشی که یک انسان مسلمان آن را باید پی بگیرد و به آن توجه داشته باشد. بینندگان عزیز و گرامی،
خواهر و برادر مسلمانم، الله را هیچگاهی فراموش نکن و مطمئن باش که فقط الله است که مشکل تو را رفع می کند و مطمئن باش که اگر به او پناه ببری تو را جای می دهد و مطمئن باش که تو را پناه می دهد. اما اگر به بنده ای از بندگان الله پناه بردی، نه این که مشکل تو را رفع نمی کند، بلکه در دنیا و آخرت خار و زبون خواهید شد. در دنیا بیقراری، در دنیا ناآرامی، همه چیز به سراغ تو می آید و آرامش از تو گرفته می شود. تجربه کن، توکلت را به الله محکم کن و فقط به الله پناه ببر، بعد آرامش را بچوش، زیبایی در عبادت را بچوش، درست زندگی کردن را بفهم. چون زمان انسان درک می کند که توکلش به الله قوی باشد و پناهگاهش فقط الله باشد، فقط به الله پناه ببرد، آن وقت می تواند شیرینی ایمان را درک بکند. آن وقت می تواند شیرینی پناه بردن به الله متعال و توکل به الله سبحانه و تعالی و اعتماد و تکیه نمودن بر الله متعال را انسان بفهمد. پس یک بار تجربه کن تا ببینی که آرامش تو مستقر خواهد شد و ناآرامی از تو دور خواهد گشت و در آخرت هم الله متعال سبحانه و تعالی برای تو جایگاه رفیع، جایگاه موحدین را خواهد داد که همانا بهشت ذات اقدس الهی و بهشت الله متعال سبحانه و تعالی است. بینندگان عزیز و گرامی، در این قسمت شما را به الله پاک بی همتا میسپارم تا در قسمت جدید از موضوع جدید در خدمت شما خواهم بود. الله یار و مددگار همه من و شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.